سلام دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. من پرهامم و این دومین ویدیو چنل. و دوستان دیدید که تو پارت قبلی کلی گوشی ساختیم و قول دادم این بار یه تبلت یا یک ساعت هوشمندم درست کنیم. خب میزنیم کنتینیو. دوستان به خاطر این پارت قبل خیلی طول کشید، چون که ما میخواستیم بهتون آموزش بدیم و اینکه دیگه بالاخره پارت اول. خب این بار میخوام تبلت درست کنم. خب دوستان اسم تبلت هم شد تیکسبال و اینجا میایم تبلت ها بزرگترین شکل ممکن درست کنیم، نازکش کنیم و اینکه گوشاش از این بیشتر نمیشه. خب تبلت چون دسترسی بهش سخته ما یه طرف میذاریم و سیم کارتیش اوکی. اینم اینجا رنگ تبلت هم سیاه میکنیم، نمایشگرم تا ته بزرگ میکنیم. شیشه خوبه، اینم کیفیتش عالی، رنگ عالی، نیت. اینم اینجوری. خب میایم تو بخش دوربین. ما میخوایم اینا 3 دوربینه بذاریم، قشنگ میشه. بعدش اینجا که این خب دوستان الان براش این لوگو هم انتخاب کردیم و اینجا این دیگه چیزه. اگه دیده باشید تو ویدیوی قبلی هم رم ارتقا دادیم که الان 8 گیگ میشه رمش، هم حافظه داخلی که الان 512 گیگ میشه. این خوبه که اینا میتونیم برای گوشی هم استفاده. خب فیس آیدی 2 سیم کارته و دیگه چیز خاصی نمونده. خب دوستان اون بخش تموم شد و اینم میخوایم کم جعبش خیلی بزرگ نشه، نازک بشه. اینم خوبه، اینم خوبه دیگه. گارانتیش هم میذاریم 3 ماه. حالا قیمتش چند میذاریم؟ چون اولین تبلت 380. الان یه پیغام اومد که گفت توی شعبه گرجستان شما یه آتش سوزی رخ داد. خب ما قرار شد شعبه هم زیاد کنیم دیگه، یه دونه تو ایران میزنیم که بشه 2 تا، یه دونه تو ایتالیا، توی گرجستان میبینیم نابود شد. توی انگلیس 2 میلیون دادیم چی شعبه. خب 43% از پولمون رو میدیم. موقعی 4 از 10 گرفتیم میگه به خاطر اینکه پاور بانک نمیخوره. اوکی کامرات باید یه پاور بانک مود شوم بذاریم و اینکه بذاریم پاور بانک مود فعال کنم. از اینجا معمولا بچه آپشنا از تو همین بخش پازل مانند باز میشه دیگه. بلوتوث و اینکه بذارید یه لحظه اینم بذاریم. حالا میریم
تو بخش کامرا مگاپیکسل. یه لحظه تا من اینم درستش کنم. نامبر آف کم. خب بریم یه دونه ساعت هوشمندم درست کنیم حالا که گن زدیم تو پولمون. یا میخواد یه گوشی درست کنیم چون الان امتحان احتمال ورشکستگی هست. خب دوستان اسم گوشی هم انتخاب کردیم و بریم اینکه من میخوام بزرگش کنم هرچی میشه چون نه لباش چیز نباشه که اینم نه میتونیم اینجوری هم بذاریم ولی بی‌معنی میشه. خب خب دوستان برای اینکه تنوعی بشه میخوام زرد کنم گوشی. نه زرد خوب میشه به نظر. آره زردم قشنگ میشه. خب 4 دوربینا که باز کردیم ما میخوایم اینا اینجا بذاریم دیگه. نمیخوام بذارمش گوشه و مگاپیکسل برای 4 تا دوربین باید. اینم میذاریم چون احساس میکنم به رنگ زرد میاد. خب اینم قشنگه دیگه چیزی اینجا نداره. خب اینم از بخش پاور بانک مود. این قرار خوب باشه یه ستاره. اینم ارزون میذاریم. خب دوستان یه ریسک بزرگ بود. تبلت قبلی رید کلن 40 میلیون برامون پول گذاشت 10 میلیون ضرر بود. الان 15 میلیون برامون مونده. یعنی اگر این سود نده ورشکستی. من گوه بخورم دیگه تبلت درست کنم. خب این نظراتش خوب باشه. ببینید مجبورم یه کار کنم قبل اینکه این شروع بشه. میایم اینجا و یه جایی بود اینجا میرسیم به یه بخشی که درست شد. میایم تیوی رو بازش میکنیم. اینجا حالا کجا بود حالا تو رو خدا بگو کجا بود بذارید یه لحظه. مارکتینگ. ببینید براش تبلیغ میکنه. تیوی خوبه دیگه. تبلیغ کردم یعنی دارم ورشکسته میشم در این حال. تا این حد بهتون. خب تا اون چیز میشه ما چند تا از اینا ببریم بالا. یکی حالتهای ایناشو ببریم بالا. یه دونه بیایم اینجا دیگه خدمت شما عرض کنم.
میخوای یه دونه دیگه از اینا ببریم بالا؟ کلا الان رو صدا کار کرد. امیدوارم بشه. دوباره مارکتینگ بزنیم. اوه دم ورشکستگی رو خدا بخرید. آخرین زوراشو داره میزنه. بخر. دوباره تبلیغ بزنیم. وای فکر کنم ورشکسته بشه. خب دیگه با این گوشی خیلی خوب درست کنیم. نمیدونم اگه ساعت درست کنیم خراب میخواید یه دون ساعت درست. نه اگه تو دست باشه اوکی. زیاد نباید بزرگ باشه. سیاهش کنیم ما رنگی. اینجا هم کیفیتش رو باید خوب رنگش هم خوب میکنیم. هرتز یعنی فقط این نمرش بد بشه. اسلیپ ترکینگ هیچی دیگه. چه کار خاصی میتونم انجام بدم براتون؟ هیچ خالی هیچ اندروید باشه اینش خوبه. نه ریسکه. 10 میلیونش هم بدیم ریسکه. برامون 15 میلیون میمونه. یعنی میدونی چقدر ریسکه بالایی. فقط امتیازش کم نشه. خوبه داره زیاد میشه. این خوبه زیاد شد. یه دونه تبلیغ هم بزنیم تنگش. دوباره دوم شدیم. 3 سال پیاپی دوم شدم. یعنی یه لحظه براشون میگم. بذار یه لحظه. آلکانسی انتخاب کن. همین جوریش 12 میلیون کرد. بزن فقط حرف نزن. یعنی بهشون میگم الان باید وای چیکار فهمیدم. اوپریت بذار یه لحظه ببینم میتونیم او اس درست کنیم. میخوام دیگه اینا جمع کنم رابط کاربری درست کنم. نگاه کن. Your OS یعنی مثل همون اندروید و اینا. این خیلی سود میده. یعنی الان فقط میخوام کلاه جمع. خب نام اینم انتخاب کردیم شد پیکسل. میخوام این بتره کنه. یعنی این نتره کنه. به چخ میریم. به چخ ما. خب این هم میذاریم. این هم میذاریم. گوشه تیکش رو میزنیم. اینجا دوکی. این مگاپیکسل هر دور رو اینا بردم بالا. الان زومشون هم بردم بالا. 8 تا زوم میشه. ببینم دیگه چی. خب اینا هم که انجام بدیم فقط موندم قراره برشکست بشیم یا نه.
ورشکست بشیم به چوخ میریم قشنگ. نمیخوام این ساده باشه دیگه، میخوام این ساده باشه، زیاد کار خاصی روش انجام ندم. به چوخ بریم به چوخ میریم. پس سعی کنید به چوخ نرید. ولی این دفعه دست پر برگشتم. ببین الان بهت میگم چرا. الان بهت میگم چرا. چون که یه باتی چون که حرفی واسه زدن. اسلپ ترکینگ. ببین من اینا رفتم باز کردم، صدا میاد خدا. شما از صدا هوشمندی رو گرفتید ریدید. ببخشید. میخوام 70% پولم رو این سرمایه گذار کنم. کلا 6 میلیون برام. 6 میلیون. خیلی رتبه خوبی آورد. خیلی رتبه خوبی آورد. یعنی از این گوشی بهتر نمیتونستم درست کنم. نگاه همش سوده باهات شرط می‌بندم. بذار میتونیم راحت رو این تبلیغ کنیم. راحت. ببین چون حتی بالا 100% پولم نمیکشه. ببین ضرر خالص شد. خب طوری نیست، به خاطر پول تبلیغات. حالا ما میریم یه دونه تبلت درست ببینم چی گفته. اوکی. میگه یکی گفته رنگ این مدل دوست ندارم. خب من چی کار کنم؟ کیا امسال اول شد، ما امسال سوم شدیم. اینم رسم همیشه است که ما اول نشیم، بقیه اول بشن و ما بشینیم نگاشون کنیم. راستی میخواستم OS درست کنم، رابط کاربری. میخوام بزنم رو دست اندروید. کوش اینجاست. این اول بازش میکنیم. اینم تا ته بازش میکنیم. دیگه بسعم نرسید اون یکی بازش کنم. خب OS ما قراره عالی باشه، برای گوشی باشه، لوگوش هم X باشه. نه اون X ما چقدر X داره. اون X ما رو فکر نکنم داشته باشه. گوشی اندروید باشه. طور نیست. نمیذاری لوگوش هم ورژن 1 داریم OS درست میکنیم بالاخره. بذار یه لحظه من اینو درستش کنم. خب میریم OS مون رو آپدیت کنیم. اینجوری که نمیشه. نیم هم برش نذاشتیم. اوکس میذاریم. چرا X همش میگه X چیکار کرده؟ X من که چیکار کرده واسه من؟ 5 میلیون دادن. پولی باشه پولی باشه. من به خاطر این اومدم. $32 در ماه. یعنی فقط به هم سود نده. فقط سود نده. ببین دارم ورشکست نمیشم. سود نده به چخ میرم. ببین چخ
میگه شعبه ویتنامت آتیش گرفت. من الان پول دارم شعبه ویتنام بخرم؟ چه چیز. ماهی 500,000 بهمون میده همین OS پروفیت، 800 تا هم اونور. خوبه دیگه ماهی 1,000,000 همینجور درآمد کسب میکنم. حالا هرچی بیشتر ارتقاش بدیم بیشتر بهمون. خب دوستان یه لحظه ببینم چی میگه. یه لحظه آپدیت OS باید آپدیتش کنیم وگرنه به چخ میرویم. به چخ. ببینید به چخ یعنی چی؟ یعنی بیشتر. دوستان این ساخته بشه دیگه این پارت تموم میشه و قول میدم پارت بعد حداقل از ورشکستگی نجات پیدا کنیم. حداقل کاریه که میتونم. بچه ها الان OS همین رابط کاربری ماهی 2,000,000 بهمون میده. این خودش یه سود واقعیه. فکر کنم تو همین پارت از ورشکستگی نجات. خب دوستان به نظرم برای این پارت کافیه. دیدیم که این پارت هم گوشی ساختیم، هم به قولم عمل کردم به جز گوشی مثلا ساعت هوشمند، تبلت و رابط کاربری هم درست کردیم که میخوام پارت بعدی بیشتر روی همین رابط کاربری کار کنم، چون همین جوریش داره ماهی 2,000,000 به همون پول میده و نگاه کنید الان مثلا 1 این ماه رسید 2,000,000 پول داد. این ما از ورشکستگی نجات میده، خودش یه سود خالصه. خب دوستان تا پارت بعدی، خدا نگهدار.